کبیری که الان خودش را راهبر حزب نهضت اسلامی میشمارد، حزب را به یک حزب شیعه‌گرا تبدیل کرد. اکثریت کسانی که در اونجا کار میکردن رویه شیعه‌گرایی داشتند. ما وقتی که همراه سابقه‌دار نهضت از جمله استاد نوید، داملا عبدالحی و داملا عبدالرحیم که میشتیم صحبت میکردیم، همین خیلی به خود یک گله میکردیم که این جوان، این محیدین کبیری که امروز خود راهبر حزب مثلا که کرده است، این از کجا اومد؟ یک آدم تصادفی، واقعا هم یک آدم تصادفی بود، هیچ کسی را نمیشناخت در حزب. از کجا اومد؟ شاید این یگان جاسوس، یگان دولت باشد. هم خیلی به خودمان گله میکردیم. و امروز من قرض ایمانی اسلامی خود میشمارم که مردم شریف تاجیکستان را از خطرهای جدی حزب نهضت که راهبر اون محیدین کبیری است و از نقشه های شوم آگاه کنم که آنها در دل چی نقشه های بدی نسبت مردم ما و خاک سرزمین ما